آیا شما از کار و مناسبت ناظران منطقوی راضی هستید؟ حضور اجدا ما راضی یگم کمبودی ندیدیم برای همین دیگه چه گفتن نمیتونم. 100% راضیم. از کار منطقی ما راضیم. نه همه کارمندان ناظران منطقوی، کارمندان مقامات و اداره های دولت و حکومت به طوری باید و شاید با خلق مناسبت نه همهشان میکنن. یعنی بسیاری کارمندا از روی منصب، از روی همون گلسترو که گردنشان قبیح نشود حیا نکرده، آدم بودن خودشان رو حتی فراموش کرده قبیحانه معامله میکنن. خیلی بودم اینجا گفتن نمیشه. سپاکوینی آرام. خک ندیدم، یکم متقلانه ندیدم. نسبت خونه میناداری هستیم. تقلانچشون ندیدم، رفتاری بچه هم ندیدم، شکایت هم ندارم. به حد خوب هستم. میناداریم از آنها، شکر خداوند میکنیم که هوایی هستن که ما آزاد میگردیم داره. نه راضی نیستیم، چون که آنها خودشون رو معرفی نکرده مردم رو مقصد دغلانه با مردم رفتار میکنن. مقصد ما همین با چشم خود مشاهده میکنیم که همین هر بگه در نزدیکی بینای همین صدبرگ مقصد همون سوداگرانی که هستند، سوداگران کوچگی در همین صدبرگ سودا میکنن، با هموا مناسبت های بد میکنن. مقصد رفتارهای دغلانه نشون میدهند با آنها، با شته زده پیش میکنن. مقصد اگر امکانیت باشه که همو را برده با یک سخن خوب رفتار کنند. برای ما یگان وقت مشکلی نکردین، سری وقت کار وظیفه‌شون اجرا میکنن. شکر که هستن و ما راحت آرام زندگانی میکنیم. همین یه اخل جاده میدرام، همین اسکوتر قطعی مرا نمیمونن. ای اخل جا پیش میکنن. من مثال همین سربت میدرام مرا پیش میکنن. کار دارم مثال پیش اوستا میام و تلفن خرید میبیم. اگه تو ممکن نیست درآمد این خط میگه. من مثال گشت نمیتونم. من چخیل من آدم باید آدم بودنش فراموش نکنه. معامله دغیلانه دارن. چندین مرتبه که با آنها واخورده ایم، مناسبتشان بس دوستانه و مثل گویا که با عائلت صحبت کرده ایستاده، بس مهربانانه صحبت میکنند و حتی آن چیزی که از آنها میپرسید باید در مدت معین، در مدتی که آنها وعده میدهند سری وقت وعده دادهشان را اجرا مینمایند. یعنی که از این برمیاد آنها وعده خلاف نیستند. در حقیقت ما راضی هستیم. یگان بار مراجعت نکرده نه، ما یگان کارم غلطیدگی نیست، مراجعت کردگی هم نیستم. دوچار نشدم، مراجعت هم نکردم. باز خوبتر شود، بهتر شود، خوب میشد. راستی به ما یگان وقت مشکلی نشده است. مشکلی جدی نشده است که ما یگان بحث و مناظره کرده باشیم یا که ناراضی باشیم. خیلی مشکلات دوچار نشده است راستی گپ. لیکن به هر حال با بودنشان شکرانه میکنه. معامله خوب دارن، خیلی بد رفتاری نیست. خوب. اگر مشکلی قطعا مراجعت میکنیم، مشکلی نقطع آزاد میگردیم.